شاید شما شنیده باشید که یک دونه سیب میتونه آدمو مسموم کنه یا حتی قرار این قضیه رو تست کنیم و ببینیم که واقعا برای سر آدم میاره یا نه. خب ما اینجا 7 دونه سیب داریم از همون سیبی که اول ویدیو دستم بود. بریم ببینیم که چی میشه. نکنه راستی فکر کردید من قرار این کارو انجام بدم. برای انجام دادنش دو تا دلیل دارم. بیاین تا بهتون بگم. دلیل اول اینکه از جونم سیر نشدم که این کارو انجام بدم. دلیل دوم تحقیقات علمی ثابت کرده که توی دونه سیب ماده‌ای وجود داره که توی بدن انسان میتونه به سیانید تبدیل بشه. اما تو که میدونی سیانید یک ماده سمی. اما جواب سوالمون هم آره است هم نه. اون مقدار سیانیدی که یک دونه سیب توی بدن ایجاد میکنه اونقدر کمه که قرار نیست اتفاق عجیبی بیفته، مگر اینکه شما 150 تا 200 تا دونه سیب له شده، چون له نشدهش توی بدن قرار نیست خیلی حذف بشه، بخورید و اون وقتی که برای بدن اتفاقات عجیب غریبی میفته. اگه دنبال چیزی هستید که واقعا خطرناک باشه، خیلی چیزای بهتری از دونه سیب هست. امتحان لایک و سابسکرایب